های به همتون بچه ها، اومدم با یک پک کیمدی جذاب که محال کسی داشته باشه. یه سری کارت کیمدی 2021، یعنی الان 2025یم، نزدیک 4 سال پیش میتونم بهتون بگم که اولین نسخه کارت کیمدی رو دارم و این کارت رو دست هر کسی نمیتونید پیدا کنید دیگه. بسیار نایابند و دست نیافتنی. اومدم بهتون نشون بدم که چه کارتای کیمدی رو از دست دادیم و دیگه نداریم. حالا با هم دیگه قرار این کارتا رو بررسی کنیم. پک نیست بچه، اینا رو قبلا یه بچه‌ای باز کرده، من ازش خریدم و میخوام حالا به شما فقط نشون بدم که ببینید چه اتفاقاتی افتاده داخل شرکت کیمدی و نسل اول کیمدی کارتا چه شکلی بوده. خب بریم سراغش. ببینید بچه، این پشت کارته، ببینید چقدر جذاب. اصلا جنس کارتا فرق داشته بچه، ببینید یه حالت لمینت شده ای داشته و الان توتی، این بازیکن توتی، نگاه کنید قشنگ اطلاعاتش کامل نوشته شده، دریبلش چجوریه، دفاعش چجوریه، شوتش چجوریه، پاسش و وضعیت فیزیکیش و اینا همه چی روی کارتا نوشته شده بوده. ببینید رخ کارو. خب این کارت توتی بذارم داخل تصویر باشه. خب بریم کارت یه نفری دیگه بچه ها. کارت بعدیمون اینم مودریچی که خدافزی کرده و احتمالا اون موقع نمیدونستی که به این زودی قراره خدافزی کنه. فقط چهرهش رو نگاه کنید بچه ها. دیدم به نظرتون چقدر چای مودریچه الان؟ 91. مودریچ از توتی قوی تر زده. خب بریم کارت بعدی. به به این کارت رو ببینید. این سری چیزی که من فهمیدم، این سری مثلا رنگیه با اینا فرق داره. با این کارت حالا اسمش رو نمیدونم واقعا چیه، ولی اینا با هم دیگه فرق داره. حالا نمیدونم اگه کسی میدونه تو کامنت ها به اون بگه. و اگه دقت کنید نکنید سایت کیمدی یه چیز دیگه ای بوده قبلا، سایتشون هم عوض کردم بچه ها. خب اینم مارکو آسنسیو. حالا اون بازیکنی که میشناسم و میگم و نشونتون میدم بچه ها، چون ویدیو خیلی طولانی میشه. کلی کارت برای من فرستادن. اوبلاک، این چهره یکم قیافه هاشون آفتاب سوختگی داره که فکر کنم طبیعیه، نمیدونم. خب بازیکن بعدی بکنبایر. خب اینم ریوالدو رو چه خشن زدم بچه ها، شبیه یه پرنده یه اسم میکنم قیافش. خب بریم کارت بعدی، بذارم اینجا که خواستید ببینید بازم. خب راول، این کارت پله. بچه پله رو نگاه کنید. البته پله رو خوب چاپ کرد، پله نتونسته بسوزه تو آفتاب. ببینید خود واقعیشه واقعا. 95 امتیازی هم بهش دادن. بعدی ژاویه 87، از همه پایین تر تقریبا. ژاوی 87. بچه کریستیانو رونالدو اون موقع زیاد خوشتیپ نبوده، فکر کنم خیلی جوونیاشه. کریستیانو رونالدو 94، ولی امتیازش خوب بوده. خب و پشت کارتا همه یکیه دیگه، من پشت کارتا رو نشون نمیدم بهتون. گریزمن، خب کین. این وسط بچه یه اکشن فیگور هم با هم دیگه ببینیم. کریم بنزما، نگاه کنید. ولی اون موقع هم اکشن فیگوراش مثل همین الان بوده، یا اون ماکتاش شبیه همین ماکتایی که الان از توی پکای کیمدی در میاریم و فرقی نکرده به نظرم. این یکی هم نمیدونم کیه، فقط ببینید دیگه. ها بچه ببینید الان کارت عوض شد، میبینید فیفا 21 نوشته آلتیمیت، یه کدی هم داشته، حالا اینا رو زدن دیگه. این الان سریش با اونا فرق میکنه، اگه دقت کنید رنگاش فرق داره و این رنگاش و تفاوت رنگیش نشون دهنده تفاوت کارتاش بوده. نستا، اینم دوباره نستاست. ببینید الان دو سری متفاوتش بوده، میبینید سریاش با هم دیگه فرق داشته. یه چیزی هم مثلا ببینید الان اینو رنگش رو دقت کنید، هزارد، میبینید
اینا فکر کنم مثلا سریای خفنش بوده، یه چیزی مثل تو سطح رویال و اینا که در بیاری خیلی به نظر استثنایی و اینا، این سبک و این رنگش بوده. خب بعدی کروس نکن. کروس نمیدونم چه این شکلیه، شبیه یکی از فیلم های جیم کری، قیافه احمق و احمق‌تر. خب اینم نوئر، اینم پیکه رو خوب چاپ کردن، مثل عکس کارت ملی میمونه بچه، قبول دارین؟ شبیه عکس کارت ملی شد. سوارز بنده خدا. خب راموس 91. رونالدو بچه، رونالدو رو شبیه ببخشید دیوانه ها چاپ کردن، نگاه کنید قیافش رو ببینید. رونالدو. خب اینم کانته که اصلا رنگش انقدر سیاه، صورتش قابل تشخیص نیست، بنده خدا رو زیادی دیگه سوزوندن. خب اینم نمیدونم کیه، ببینید دیگه خودتون هر کی میدونه خوش به حالش. ما نمیدونستیم. روس، روبرتو کارلوس. قیافه ها رو تو رو خدا بچه بذار بیشتر بیارم جلو نکنه، کفاره داره این قیافه ها بچه. بکام خوبن اصلا، بکام بچه هر جای عکسش باشه خوبه. نمیدونم شما اینو قبول دارید؟ تو کامنت ها بنویسید بکام داستانش چیه. اینو نگاه کنید بچه، چلینی که همیشه عکساش چیز بوده، حالا خوبه. مارادونا 97. حالا فکر کنم مارادونا امتیازش از همه بیشتر بوده بچه. نمیدونم کیه بچه ها، اینو نگاه کنید. اکشن، یعنی اکشن فیگور که نه، مینی فیگور کریستیانو رونالدو. اون از النصر و اینا خبری نبوده و روش هم خبر نداشته که یه روز قراره بره النصر. 2021. خب کارت بعدی کرایوف 94. چه امتیازی هم بهش دادن. دیبالا یکم بیارم نزدیکتر قیافه‌هاشون. 89. آخه بچه نیماره، ولی قیافه‌شو واقعا بد چاپ کردن. نکنید خودش ببینه شوک میشه مطمئنم. باجو، روبرتو باجو هم همه جا یه شکله به نظرم، شانس داره حداقل. خب اینم امباپه هم بنده خدا قیافش یه جوری افتاده ولی خوبه دیگه، شکل خودشه. اینم مسی، فیگور مسی هم ببینید. و خب بریم سراغ ادامه کارت بچه‌ها. خب مسی رو فقط مسی، واقعا نگاه کنید این قیافه رو. مسی کجاش این شکلیه؟ دلم براش سوخت. خب کین، فکر کنم کین رو نشونتون دادم آشناس. خب رونالدو دوباره تکراری بچه‌ها، یه سری کارتا تکراری کرایوف تکراری. ها بچه‌ها کیندی یه سری کارت ماشینی هم قبلا میداده ولی انگار جدیدن، حالا نمیدونم اینا تو پک‌های فوتبالیش بوده که به نظرم تو پک‌های فوتبالی بوده، شانسی ماشینی هم در میومده. نمیدونم اگه کسی تجربه آنباکس قدیمی داره ما بگه. اینم زانتیه، اینم مارسلو. ببین رنگ این کارت سبزه و فکر کنم اینم نسخه های خاص‌تری باشه از این مدل‌های اینجوری. خب این خاص‌تر از اینه مثلا. خب بریم بعدی. اینم دوباره خاصه به نظرم، گیتس. خب ببینیم دیگه چی مونده برامون. ماتیوس خوب افتاده شانسی. 2 تا ماتیوس بچه ها داپلیکیت. دیبروینه هم بد نیست الان ولی عکساش بهتره. ندوید شپچنکو. بعدی هم رونالدینیو که دیگه الان بازنشسته است. خب ببینیم دیگه چی داریم اینجا بهتون نشون بدم. پوگبا، این هم یه کارت ماشینی دیگه است که مال شرکت کیمدی. شاید بگید اینا مال کیمدی نیست ولی هست بچه ها. کنید لوگوی کیمدی رو ببینید، قبلا از اینا چاپ میکرده ولی دیگه سریش عوض شده و از اینا خبری نیست. مالدینی، ببینید مالدینی. خب زیدان رو واقعا بد درست کردن، نکنید. خب هزارد بهتون نشون دادم، دوربینم هم افتاد یه لحظه. خب پیش میاد دیگه. آگرو اینجاست، آگرو. من این لحظه پایش رو درست کنم بچه ها. خب دیگه بچه ها تمام شد، همه کارتون نشونتون دادم. اینا همه
کارتای کیمدی نسل قبلی بود و اگر از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری ویدیو این سبکی زیاد ببینی، یاد نره حتما منو دنبال کن، سابسکرایب رو بزن و این ویدیو رو لایک داشته باش و بهتون میگم هرچی بیشتر کامنت بذار شانستون برای برنده شدن پکای کیمدی بیشتر میشه، چون از بین کامنت ها قرعه کشی میکنم وقتی 300 نفر بشیم. خب تا ویدیو بعدی، فعلا خدافظ.